سلام و درود به همه همراهان دکتر کام. امروز امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشید. با یه ویدیوی آموزنده دیگه در خدمتتون هستم. این سری میخوام خاصیت سرکه سیب رو بهتون بگم که واقعا خیلی تاثیرگذاره. حتما این سوال تا حالا براتون پیش اومده که سرکه سیب برای چی خوبه؟ با اینکه سرکه سیب برای لاغری معروف هستش، اما در کنار اون خواص دیگه‌ای هم داره. از مهمترین فواید سرکه سیب برای سلامتی و کنترل بیماری‌های مختلف میتونیم اشاره کنیم. فایده شماره 1: ضدعفونی کننده قوی. تو طب سنتی و از گذشته‌های دور که مواد ضدعفونی کننده کمتری بوده، از سرکه سیب برای ضدعفونی کردن استفاده می‌کردن و حتی درمان قارچ و شپش و عفونت گوش و حتی زگیل هم استفاده می‌کردن. سرکه سیب به دلیل اسیدی که در وجود داره خاصیت ضدعفونی کننده‌ای داره و همچنین میتونه در افزایش ماندگاری مواد غذایی تأثیر داشته باشه. دومین فایده سرکه سیب که خیلی هم مفیده، کنترل دیابت هستش. دیابت نوع 2 که بر اثر عدم تعرض به سبک زندگی نادرست به وجود میاد، منجر به افزایش قند خون میشه و مقاومت به انسولین بالا میره. یکی از خواص سرکه سیب کاهش قند خون هستش که میتونه به کنترل و درمان این نوع دیابت کمک کنه و همچنین برای پیشگیری از اون در افرادی که به دیابت مبتلا نیستن هم میتونه موثر باشه. حتما که نباید به یه بیماری مبتلا باشیم تا درمان کنیم. پیشگیری همیشه بهترین درمان. این موضوعی که گفتم روش تحقیق صورت گرفته و تاثیر سرکه سیب بر کاهش قند اثبات شد. بهترین زمان مصرف سرکه سیب برای دیابت با توجه به تاثیر بسزای اون تو کاهش قند خون در مرحله پیش دیابت هستش و همچنین بیماران مبتلا به دیابت میتونن شبها حدود نیم ساعت قبل از خواب مصرف کنن. فایده شماره 3: درمان اگزمای پوستی. اگزما و خشکی پوست اغلب به دلیل خاصیت قلیایی رخ میده که در صابون‌ها هم وجود داره و به همین دلیل اسیدی بودن سرکه سیب در کاهش خشکی و اگزما برای برخی از افراد کمک کننده است. همچنین میتونه برای کاهش عفونت‌های پوستی هم موثر باشه. البته بهتره که هیچ وقت بدون نظر متخصص از سرکه سیب برای پوست خودتون استفاده نکنید، چون ممکنه که به پوستتون آسیب بزنه. خب قبل از اینکه مابقی فایده‌های این سرکه دوست داشتنی رو بهتون بگم، خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو ما را همراهی کردید. اگر مطالب براتون مفید بوده ویدیو رو لایک کنید و برای عزیزانتون بفرستید و همچنین چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال بکنید تا هر موقع ویدیو جدیدی گذاشتیم ازش باخبر بشید. حالا فایده شماره 4: بهبود سندرم تخمدان پلیکیستیک. در بعضی افراد به دلیل ایجاد حساسیت به هورمون‌های انسولین ممکنه عارضه تخمدان پلیکیستیک ایجاد بشه که تو تحقیقی که انجام شده با مصرف اون به مدت 1 ماه و نیم تا 110 روز 57% از افراد تونستن تخمدان پلیکیستیک و تنبلی تخمدان رو درمان کنن و دوباره تخم‌گذاری داشته باشن. فایده شماره 5: به کشتن باکتری‌های مضر کمک میکنه. سرکه میتونه به کشتن پاتوژن‌ها از باکتری‌ها کمک برسونه و همونطور که از
قدیمان ایام برای تمیز کردن و ضد عفونی کردن و درمان قارچ ناخن و شپش زیگل استفاده میشد، ثابت میشه که خیلی مؤثر. بقراط هم پدر طب مدرن بیش از 2000 سال پیش از سرکه برای تمیز کردن زخم‌ها استفاده می‌کرد. سرکه همچنین یک نگهدارنده عالی مواد غذایی هستش. اگر به دنبال راهی طبیعی برای حفظ مواد غذایی خودتون هستین، میتونید از این ماده استفاده کنید. خب حالا بریم سراغ فایده شماره 6. سوال بعدی که راجع به سرکه سیب اینه. سوال بعدی که راجع به سرکه سیب وجود داره، بهترین زمان مصرف سرکه برای لاغری. بهترین زمان مصرف سرکه سیب برای لاغری بیش از وعده غذایی هستش. میتونید 1 یا 2 قاشق غذاخوری اون رو توی یک لیوان از مایعات همچون آب و یا سایر نوشیدنی ها حل کنید و بخورید. همچنین میتونید از اون در تهیه سس سالاد و یا در غذای خود استفاده کنید تا خاصیت سربوسوزی آن اثر بذاره. تاثیر سرکه سیب برای لاغری در ایجاد احساس سیری تو افراد هستش. با ایجاد احساس سیری افراد غذای کمتری مصرف میکنن که طی تحقیقی که روی 175 نفر اثبات شد که بر روی کاهش چربی دور شکم آنها و همچنین کاهش وزن تأثیر داشته. حدوداً میشه گفت که تأثیر مصرف سرکه سیب تو رژیم غذاییتون باعث میشه در ماه 2 کیلوگرم بیشتر کم کنید. این عالی نیست؟ البته اینم بگم که تحقیقات در زمان محدود انجام شده و ممکنه که در طولانی مدت تاثیر متفاوتی داشته باشه و یا تاثیر خود رو از دست بده. سرکه سیب هم مثل همه مواد غذایی دارای مضراتی برای بدن هستش که بهشون میپردازیم. اولین ضرر مصرف سرکه سیب. مصرف سرکه سیب میتونه مشکلات گوارشی متعددی ایجاد کنه که از مهمترین اونها در افراد که مبتلا به دیابت یک هست. توی این عارضه غذا مدت بیشتر توی معده میمونه و در نتیجه سیستم گوارش از نظم خود خارج میشه که علائمی همچون نفخ و حالت تهوع به وجود میاد. عارضه گوارشی دیگه‌ای که داره در کاهش اشتها هستش. برخی از آزمایش‌ها نشون میده که احساس سیری و کاهش اشتها که به کاهش کالری دریافتی منجر میشه عارضه بعدیشه. عارضه بعدی که هست حالت اسیدی مونه که در سرکه سیب ناشی از اسیتیک اسید هست که به مینای دندون هم میتونه آسیب بزنه. همچنین از اونجایی که بزرگ دهان هم اسیدی هستش میتونه عامل تشدید کننده تاثیر اسیدی سرکه و در نتیجه موجب فرسایش دندون‌ها بشه. عارضه بعدی که باید بهش اشاره بکنم، سرکه سیب میتونه با انواعی از داروها تداخل داشته باشه و به همین دلیل بیش از مصرف اون باید با پزشک خود مشورت کنید. داروهایی که با این نوع سرکه تداخل ایجاد میکنن بیشتر این داروهای دیابت، دیوکسین و داروهای ادرارآور هستند. خب عزیزان، انتخاب با شماست و تو مصرف هیچ چیزی زیاده روی نکنید و حتما اگر بیماری دارید قبلش با پزشکتون مشورت کنید. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودین. امیدوارم مطالب براتون مفید واقع بوده باشه و ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و اون رو برای عزیزانتون بفرستید تا اونا هم استفاده بکنن. حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و روی زنگوله هم بزنید تا وقتی که ویدیو جدید گذاشتیم ازش باخبر شید. هر سوال و موردی بود داخل کامنت ها ازم بپرسین، خودم شخصا پاسخگوی سوالاتتون خواهم بود.
کامتون شیرین، تنتون سالم، خدا نگهدار.